چی میشه اگه یه حفره خیلی عمیق در زمین حفر کنیم؟ این کار رو نخستین بار شوروی سابق انجام داد. اونها حفره‌ای به عمق 12.2 کیلومتر حفر کردند. یعنی عمقش از گودال ماریانا بیشتره. حتی از ارتفاع کوه اورست هم بیشتره. شوروی عملیات حفر رو در سال 1970 آغاز کرد. این حفاری بخشی از یک رقابت بود بر سر اینکه کدوم کشور زودتر میتونه به گوشت زمین برسه. آمریکا فقط تونست تا عمق 183 متری پیش بره و بعدش عملیات رو متوقف کرد. اما شوروی به مدت 20 سال به حفاری ادامه داد و تونست به اعماق زمین برسه. اونها حدود 1/3 از مسیر رسیدن به پوسته زمین رو طی کردند. اما بعدش درجه حرارت به قدری زیاد شد که انتظارشو نداشتن. متاها و تجهیزات حفاری شروع به ذوب شدن کردند. اونها فسیل‌ها و ارگانیسم‌هایی رو پیدا کردند که متعلق به 2 میلیارد سال پیش بود. همچنین کشف کردند که در اعماق زمین آب‌های زیادی وجود داره. این دیوانه کننده است. با اینکه شوروی تونست 12 کیلومتر حفر کنه، اما برای رسیدن به هسته زمین باید به عمق 5000 کیلومتری رسید. چیزی که شاید غیر ممکن باشه.